بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از سلسله های درس عقیده امروز فایده توحید را میگیریم. چرا ما توحید را می آموزیم؟ زیرا توحید برای ما فایده های زیاد می آورد. از همه دیده بهترین فایده این برای انسان در دنیا برای راست هدایت یافتن و در آخرت از عذاب امین ماندن است. این است فایده آموختن توحید برای ما، زیرا خداوند خبر داده به ما میگوید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیامیختند امین برای آنهاست و آنها هدایت یافتگانند. سوره انعام. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده میگویند حق العباد علی الله ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. متفق علیه. یعنی حق بندگان بر خداوند این است که به او چیزی را شریک قرار ندهند و آنها از دوزخ امین میمانند. این با روایت بخاری و مسلم. الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین را به خاطر این توحید آفرید و اینچنین انس و جن را به خاطر این توحید آفرید که در قرآن خبر داده گفته بود من انس و جن را نآفریدم مگر برای عبادت. اینچنین پیامبران را به خاطر این آفرید، به خاطر توحید به سوی قومشان فرستاد و اینچنین تمام پیامبران قومشان را به این توحید دعوت نمودند و به خاطر این توحید از قومهایشان آزار و اذیت دیدند. انسان اگر به توحید ایمان آورد و یگانگی الله را پرستش کند و به الله چیزی را شریک قرار ندهد و الله را به نامهای زیبایش دعا بکند، بشناسد با که یکتا الله سبحانه و تعالی می باشد، در این وقت حقیقی موحد می گردد و به هر یک شما و شما لازم ضرور است تعلیم گرفتن این توحید را. تعلیم گرفتن و آموختن و در حیاتمان موحد زیستن است. ابن تیمیه رحمه الله میگویند برای دل خرسندی نیست مگر به دوست داشتن الله سبحانه و تعالی و نزدیک شدن به آنچه که او امر کرده است و اینچنین محبت کامل نمی شود آنچه که او نهی کرده است از او دور بدن و این است حقیقت توحید. این بود فایده های توحید. فایده های توحید خیلی زیاد هستند. از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که ما را دائم موحد بودن و خودش نصیب گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.